چی همی بعضی کمبغلا بویو را شو میبینند دور بوده بسیار مقدار بوده است. خواهیم یک سوال گومم یک سوال همین چی کار کنیم که امرم دراز شود. یعنی وقتی ما با پیش دین ایمان منامیم که کفر زکات قطعی بگذاریم. بعد زکات خوبیش در چیه که خدای مهربان هم برای چی همی بعضی کمبغلا بویو را شو میبینند؟ برای که همون اگر همه بویهای ما زکاتاشون در کمبغلا بودن کمبغل شمشتن میگن. بعضی منطقه در همین سال شو میبینند نمیتن میگن همین چیزا. لیکن زکات خوبیش در همینه که مال تا خدای مهربان باز زیاد میکنه. پیامبر حتی قسم هم خورده است که از دادن مال از صرف کردن مال مالهاتون زیاد میشه و کم نیست. تصور کن که یک او قدر مالی را که تو میبری در دست یک بیچاره کمبغل میتی همه همونو صدقاً در حقیقت دعا میکنن صدقاً دعا میکنن. یگانه چیزی که عمر دراز میکنه انمی خیر و احسان و زکات همین عمر آدم دراز میکنه. ما وقتی شهری اورنبورگ دفعه آمدیم بعد بچه ها از اوفا آمدن خیلی او وقتا که این جیپوی 200 نبود بر وقت را تبدیل موخه یک آدم ده بسیار بوی بوده است گرجدنینی خیرگیزنی که تاجیکای اما بازارای اوفا آمده دستی همو بوده است. بعد آمده گفت خیلی ما را در ماشین خودش سوار کرد گفت ما قطعی همی حاجی تا قصد سوار میشن سوال دارم. ما گفت توفه را نمیدونم میگون 400 کیلومتر بود چند قریبه. بعد همی رهبران آمدیم گپ زده آدمی دولت دار آدمی بسیار مقدار بوده است. خواهیم یک سوال گومم یک سوال همین چی کار کنیم که امرم دراز شود. وقتی داده همین چی کار کنیم که امرم دراز شود مقصده همین در اسلام داره راه مقصد در دنیا نداره راه گفتی را نه یکان دکتر نه پروفیسور هیچ که نه یکان تبلیتکای این خیلی چیز نیست. مقصد این نگاه اسلام چیه؟ از نگاه اسلام برادران همین انسان وقتی که اگر از مالش همیشه این سخاوت پیشه میگیره یگانه چیزی که عمر آدم دراز میکنه انمی بگیم دستی مردم ده یا دستی هر یک آدمی که به همون چیز احتیاج داره یا از مالت زکات میتی انمی یگانه چیزی است که عمرت را دراز میکنه. این یک چیزی بسیار نادری هست که این را بجز الله هیچ که کرده نمیتونه. آفتاب تابان از جمیع دینهای باطله و علل خصوص از آتش پرستی ما و شما نجات یافتیم. الحمدلله که راه راست را خداوند با شرف این حبیبش به ما و شما موفق گردانید. و بعداً پیش از آنی که موعظه امروزه را آغاز میکنیم یک جایه با شما دستی به دعا میبرداریم و به سوی خدای خود زاره و تولا میکنیم به حرمت این ماه مبارکش به حرمت این حبیبش. خدایا عاقبت کار همه ما بندگانت را به خیر بگردانی. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. خدایا غم و اندوه که در خاندان همه ما هست بر سر همه ما آمدنی است. خدایا از پس غم و اندوه برای ما شادی نصیب بگردان و خدایا تنگ دستی در خاندان همه ما مهمان هست. خدای مهربان
جمیع مسلمان ها علی الخصوص این مسلمان های مردمی کولاب را از تنگ دستی خلاص بگردان. خدای مهربان تمام مردم مسلمان بای و با دولت بگردان. و من کل بلاء عافیه، خدایا از بلاها ما را نجات بده. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر و نعوذ بك من عذاب جهنم و نعوذ بك من فتنة المحیا والممات و نعوذ بك من فتنة المسیح الدجال. خدایا از عذاب قبر ما را نجات بده. خدایا از عذاب دوزخ ما را نجات بده. خدایا از فتنه های دشمن های اسلام ما را نجات بده و خدایا عاقبت ما را به خیر بگردان. گذشتگان ما را پروردگار رحمت و مغفرت بگردان. امروزها که فرزندهای ما باز کمری سفر بستند، که امروزها باز به شهرهای دوردست سفر دارند، خدایا صحت و سلامت به مکان برسان و صحت و سلامت با مرادهای حاصل شده بر بگردان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك یا ارحم الراحمین. موعظه ای که جمعه پیشین داشتیم این در باب حضرت امام ابو حنیفه بود که ما و شما از بعض فضیلت های این حضرت آگاه شدیم و دیدیم که حضرت امام به سبب قبول نکردن وظیفه قاضیگی از دست ابو جعفر منصور به هلاکت رسید. پیغمبر خدا میگوید من جعل قاضیا بین الناس فقد ذبح بغیر سکین. کسی که از شما در بین مردم قاضی شد وی هلاک شد به زدن کارد. یعنی حضرت البته فهمیدن که هر کسی که وظیفه قاضیگی را میگیرد اون در مشقت‌های دنیوی و اخروی گرفتار می شود. البته انسان بی سهو و بی خطا نمی شود. وقتی حکم در دست او افتید البته در یک کار یک لغزش پیدا می شود. حضرت برای احتیاطاً این وظیفه را خیلی وظیفه مهم بود برای خود روا ندیدند و قبول هم نکردند. عاقبت حضرت از دنیا گذشتند. وقتی از دنیا گذشتند خود ابو جعفر منصور تاریخ ها حکایت میکند که نزد قبر حضرت امام آمدند و از این کار خیلی ناشایمی خود پشیمان شدند و با آواز بلند گفتند ای امام، گفتند این کار غلط ناشایسته از دست من سر زد، عذر مرا در دنیا و در آخرت کی میپذیرد؟ خبر وفاتش حضرت روح ابن عباده میگوید نزد ابن جریح نشسته بودم که خیلی عالم های برجسته اون زمان بودند. وقتی در معرکه ما هم صدای آمد که امام از دنیا گذشت، ابن جریح چی گفتند؟ گفتند که چی علم کلان از بین رفت. حضرت شعبه باشد، این هم که از عالم های برجسته زمان امام بودند، وقتی میگوید خبر وفات امام به گوش من رسید، حضرت شعبه چی گفتند؟ گفتند نور علم در شهر کوفه خاموش شد. حمانی باشد، از پدرش روایت میکند، میگوید پدرم گفت شب خواب دیدم که 3 ستاره از آسمان در زمین زد. بعد هفته گذشتن وفات ابو حنیفه میگوید به گوشم رسید و وفات حضرت مسعر به گوشم رسید و وفات حضرت سفیان ثوری به گوشم رسید. و حمانی میگوید پدرم گفت که عالم ها
اینها به منزله ستاره ها هستند. این عاقبت حضرت از دنیا گذشتند، خدا رحمت و مغفرتشان کند. و با همین این موعظه را ما و شما خاتمه می دهیم و از تمام پیروان حضرت امام خواهش ما، درخواست ما همین است که چگونه ای که حضرت رفتار کردند و چگونه ای که از حدیث ها و آیت ها برای ما و شما مسئله های را اجتهاد کردند، باید که به اونها ما و شما رفتار کنیم، به اونها ما و شما عمل کنیم. و دیگر برادرانی که پیروی این مذهب امام نیستند، از اونها درخواست من این است که بعض اختلاف ها را در بین مردم پیدا نکنند، زیرا که عاقبت اختلاف به همه ما و شما معلوم است که به چه انجام می‌یابد. از عادی ترین حالت مسلمان ها امروز دشمن های اسلام استفاده میبرند. باور کنین ما هم دنیا گشته، ما تاریک فکر نیستیم، ما هم روشن فکر هستیم. دل ما هم الحمدلله به مسلمان ها می سوزد، دل ما هم به مسجد می سوزد، به اسلام می سوزد. از این خاطر حضرت امام شافعی را بینین که خیلی امام برجسته بودند که در شهر اوزه فلسطین به دنیا آمدگی هستند. وقتی میگوید برای زیارت نزد قبر حضرت امام آمدن به کوفه، به شهر عراق، در مذهب امام شافعی در نماز بامداد قنوت خوانده می شود. وقتی به کوفه آمد نزد زیارت حضرت امام، حضرت طبق مذهب حنفی رفتار کردند، قنوت ترک کردند تا که اختلاف در بین مردم پیدا نشود. امروز موعظه‌ای که داریم، باور کنید قریب از 70 دانه سوالم زیاد نزد ما موجود است و یک قسمی او را برای شما خواستم جواب بگردانم. و در داخل این سوالها خیلی با سوالهایی که زیادی و نادرکارم بودن، اونها را ما بیره کردیم و اونها جوابم نمیگیم. و بعضی از برادرهای ما و شما بعد این قدر دعوت‌هایی که در باب فضیلت مسجد ما سخنها گفتیم، باز البته یک سخنهای نسبت مسجد گفتن که آدم‌ها که همه گناهگار هستند. انشاءالله از سه سوالی که در باب بگم یک تحقیر مسجد در نزد من هست، خواستم که همین فضیلت مسجد برای شما بیان کنم که مسجد چی مکان است، چی اهمیتی در اسلام دارد. انشاءالله جمعه آینده خدا خواسته باشد در باب فضیلت مسجد و کسانی که در مسجد نماز میخوانند و کسانی که مسجد را بنا میکنند، کسانی که محبتی بر مسجد دارند، اونها چی ثواب و منزلت در نزد خدا دارند، البته جوابش به شما میگردانیم.